بدلون موش په ستاسو ژوند کې بدلون راوړي. تغییر را در زندگیتان احساس کنید. آیت بارکزی، احسان مایه. بدلون 1 تا 2 ما در زندگی شما تغییر می آوریم. Feel the change in your life. فیلمستان It's all about cinema. اخبار سینمای جهان با احسان یونس و پرستش. 2 روز در هفته فیلمستان شنبه و یک شنبه 11 الی 12 صبح. با عشق تو کردم تبا زندگانی ولی های جفا جون تو قدرم ندانی تو قدرم ندانی. چینج بدلون موش په ستاسو ژوند کې بدلون راوړي. تغییر را در زندگیتان احساس کنید. آیت بارکزی، احسان مایه. بدلون 1 تا 2 ما در زندگی شما تغییر می آوریم. Feel the change in your life. فیلمستان It's all about cinema. اخبار سینمای جهان با احسان یونس و پرستش. 2 روز در هفته فیلمستان شنبه و یک شنبه 11 الی 12 صبح. आजा तेरिया दुआवां लगियां रब तो मैं अज भी लड़िया तेरिया दुआवां लगियां रब तो मैं अज भी लड़िया आजा सोनू जान वालिए साडी गली आजा सोनू जान वालिए साडी गली आजा सोनू जान वालिए तेनू होगा मारदा मेरा
سلام خدمت تمام شنونده عزیز رادیو اینترنتی جوش. آرزو میکنم در هر گوشه و کنار که هستین جور صحتمند سر حال باشین و یک شنبه خوب خوش را آغاز کرده باشه. بله برنامه فیلمستان آغاز شد و طبق معمول پرستش عزیز و احسان یونس در خدمت شماست. بله من از کابل در خدمت شماستم. پرستش عزیز از فنلند و یک همکار نه البته یک مهمان خیلی خاص با خود می داشته باشیم امروز. سرپرایز باشه. بله پرستش عزیز تک تک. سلام و صبح بخیر تمام شنونده عزیزمون که از هر جای صدای ما رو میشنون، از کابل، ایران، ترکیه، فنلند، سویدن، آمریکا، هر جایی هر کشوری که فعلا همگی صحبت و بیدار شدن از خواب و باد و اینترنتی چشم و برنامه فیلمستان ما رو همراهی میکنن. یک سلام خاص به همه دوستای عزیزم از اینجا روان میکنم. خدا کنه که جور و صحتمند باشه همگی. زنده و سلامت باشی. فامیل خوب است؟ دوستا اندیوالا همکارا همگی خوب هستن؟ خدا شد همه خوب هستن، مثل خودم پر انرژی، همه بی صبران منتظر برنامه فیلمستان هستن. دمت گرم. خب یک سلام خدمت کسایی که صدای ما را در امریکا میشنون، کانادا هستن، سویدن، جرمنی، پاکستان، هندوستان، تاجیکستان و یا هم در شهر دبی. دوست خاص داری مخصوصا میگی در دبی؟ نه دبی خودش دوستم هستک، با او خاطر همیشه سلام برش میفرستم، چون خودت خود خبر داری که چقدر لپ جب من در دبی جور بود. کاش که ما میتونستیم دبی میموندن که کمی که لپ جب ما هم میگرفتن. میفهمی از دوستای خود 2 میلیون نفوس اونجا کار میکنم وظیفه. زنده سلامت باشی. بله دوستان عزیز در نخست یک آهنگ پشنو میشنیم، آهنگ ریده گل از سلیمان خان. بعد از آهنگ مستقیم با میمان خود هم کلام میشیم، با ایشان سوالای خیلی خیلی جالب می داشته باشیم. فقط یک نشانی براتون میگم، یک نام یاد داشته باشین، اون نام است سفر به اروپا. بله فیلمی که غوغا برپا کرد، فیلمی که تا به حال در خود افغانستان البته اکران نشده، گفته پرستش جان، یا گفته ما ریلیز نشده تا بالا در افغانستان. در این مورد هم خیلی صحبت ها می داشته باشیم. آهنگ گوش کنیم کیف کنیم. بعد از آهنگ ما و چی نام داره این همکار ما؟ بله فراموش کردی هنوز پیچی میشدن. خیلی اصلا یعنی یادش نره و حرفی که بیشتر دادم خیلی روی تاثیر گذاشته واقعا. پرستش با آنلاین جوشری.com باشین. بله دوستان آهنگ گوش میکنیم، بعد از آهنگ با ما باشین.
اطلاعات بر سینما اخبار سینمای جهان با احسان یونس و پرستش. 2 روز در هفته فیلمستان، شنبه و یک شنبه 11 الی 12 صبح. بله، سلام مجدد خدمت کسایی که همین لحظه با ما پیوستن با برنامه فیلمستان میشنن با ما و پرستش عزیز. پرستش عزیز، بله، آواز از خواب بلند شدم تر بود اصلا باور میکنی هزاران تا فکر از ذهنم رد و بدل میشه و سوالهای زیادی هست که من سوال کنم سوال کنی مهمانمان جواب بدن چی بشه خدا میدونه. خیلی یک برنامه جالب خیلی دوست داشتنی میباشه مطمئن هستم. بله، کسی را با خود داریم، کارگردان هستن، خیلی یک شخص فهمیده، خیلی یک شخص که البته کارهایشان کاملا متفاوت است نسبت به دیگه سینماگران افغانستان و ها. در سال 2012 این شخص یک فیلم شوت کردن به نام سفر به اروپا یا تریپ تو یوروپ. بله، آقای خلیل یوسفی را با خود داریم. آقای خلیل یوسفی خود بسیار زیاد از صمیم قلب خوش آمدید میگم به برنامه فیلمستان. بله آقای یوسفی، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوش، البته رادیو اینترنتی جوش، و سلام گرمی هم از همین هوای سرد جرمنی خدمت دو مجری محترم برنامه رادیو جوش. زنده و سلامت باشین آقای یوسفی. فامیل، دوستا، همکارا همگی خوب هستن انشالله؟ همگی خوب هستن، همگی جور و صحت و در صحت و سلامتی و سر میبرن. امیدوار هستم که تمام دوستا و هموطنان عزیزم که در کشور افغانستان هستن اونا هم خوب و جور و صحتمند باشن و در کمال آرامش و سر برن. زنده و سلامت باشین، دمتان گرم. خب آقای یوسفی، فقط اولتر از همه از خود بسیار زیاد از صمیم قلب تشکر میکنم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. و خب سوال اول برنامه فیلمستان، سوال را که من شخصا بگران خط شده کاملا هیچ چیزی نمیشنم کمک صداش به یعنی برای خودت صدای آقای یوسفی میایه پرستش عزیز؟ آقای یوسفی، من هم سلام عرض میکنم و شما فراموش کردن من از اون شکردن که داریم دفتر رفت سراغ سوال. خوش آمدن آقای یوسفی، چه حال دارین؟ خوب هستین؟ خواهش میکنم، ممنون از محبتتان، تشکر از لطفتان و تشکر از برنامه بسیار خوبتان. و باور کنید من همیشه از تمام دوستایی که در زمینه اطلاع رسانی برای سینمای افغانستان فعالیت میکنن یک ارادت و احترام خاص بر همه اونا قائل هستم و مخصوصا رادیو جوش که به تازگی افتتاح شده و امیدوار هستیم که برنامه دوامدار باشه و تا بتونه مسائل روز سینمای افغانستان خدمت مردم ما برسانند. انشالله حتما. و آقای یوسفی باور کنین تا جایی که من در مورد شما در یک هفته ریسرچ کردم یا تحقیقات کردم، واقعا از کارهایی که خودتان انجام دادین خیلی زیاد من لذت بردم و با اول بار من یک احساس کردم، من گفتم برو شکر الحمدلله که بعض کارگردانایی هستن که مفکورایشان متفاوت است نسبت به کارگردانایی که در خود افغانستان هستن و کارایشان میشه. خب میایم سر فیلم سفر به اروپا. یگانه سوال اول من است قبل از اینکه در مورد فیلم صحبت کنیم، یگانه دلیلی که شنوندای ما، دلیلی که بعضی سینماگرا را من دیدم و در مورد از این فیلم آگاهی داشتن، سوال اونا امی بود که چرا در افغانستان تا به حال فیلم ریلیز نشده؟ این سوال شما یک جواب بسیار شاید کشاله‌دار باشه. و اوی است که من مدرد میخوایم خواهش میکنم صدای ما تو یک رقم اینجا رو بنجر میشن و شاید خواهش میکنم
پرستشان از خوف استان گذشته که وقت پیش شروع شده شاید و احسان جان خدمتتان عرض کنم که فیلم سفر به اروپا همونطور که خودتان در آغاز اشاره کردین شاید که متفاوت‌تر است فیلم‌های افغانی باشه. البته ما به تمام سینماگرای افغانستان علاقه و احترام داریم و دلیلش که این فیلم هنوز در افغانستان ریلیز نشده است که هنوز در بازار به صورت رسمی پخش نشده. مارکتینگش هنوز شروع نشده و در بازار هنوز نبرآمده. اول وقتی که یک فیلم در بازار برآمد باز بعد از اون در افغانستان، اگرچه که ما یک علاقمندی داریم که اگر بتونیم به زودی در افغانستان این فیلم یک اکران کنیم، یک نمایش بگذاریم تمام سینماگرها و خبرنگارایی که در اونجا هستن و کسایی که دوست دارن سینما را. و سال گذشته می تصمیم داشتیم اما متاسفانه چون من خودم نو در جرمنی آمده بودم و او وقت من مدرکی نداشتم برای سفر کردن و نمیتونستم به افغانستان برم، ولی امسال خوشبختانه این زمینه هم مساعد شده. بله. امید زیاد هست که ما شاید تا معلوم نیست شاید تا چندین ماه بعد ما حداقل قبل از اینکه فیلم در بازار برآید ما یک اکران و یک نمایش را برای مردم ما و برای کسی که سینماگر هستن در کابل داشته باشیم. آقای یوسفی، بله. پروگرام‌های ما در دقیقاً فشار زیاده که ما بالای خود وارد میکنیم که قدر میپرسیم در مورد فیلم سفر به اروپا، چون بعضی دوستای ما میجا خارجیایی که آمده بودن سابق و من رایشان شخصا وظیفه داشتم و همین پوستر که در صفحه پرستش جان شیر شده بود همین چیز، واقعا همین پوستر دیده اونا خیلی تعریف کردن، گفتن فیلم هرچی باشه نباشه سناریوش مهم نیست، ولی کار یک کارگردان از اون سلیقه کاری پوستر فیلم شناخته میشه که از اون شروع یک کارگردان. بله دقیقاً آقای یوسفی، همین کارا را باید تمام کسا شاید نشه که مثال در پوستر با 4 بغل انسان یک 6-7 تا دخترکای بسیار خیلی قشنگ باشه و در دست بچام تفنگچه باشه یا یک کدام غولک باشه فرق نمیکنه، ولی باید فیلم فهمیده شه از اون شروع یک چیز احساس بده بیننده را. اونام پرسیدن به مو خاطر ما گفتیم خودت امیدوار هستی که در چند ماه آینده بخیر ریلیز میشه و یا بازم که گفتی خودت که معلوم نیست، آیا چطور چند فیصد خودت مطمئن هستی بخیر، چون خودت کارگردان از این فیلم هستی تا جایی که من معلومات دارم و هستین و زیادتر حق کارگردان هم می باشه غیر از اینکه پرودیسر همکاری فیلم می باشه، البته تمام این مصارف یا بالای پرودیسر می، ولی کارگردان هم حق خود داره و اونم قدره که مثلا یک پرودیسر حق فیصله را دارن که یک تصمیم بگیرن، همان قدر یک کارگردان حق تصمیم گرفتن ندارن. پس شما چی فکر میکنین برای و این جای افتخار از به من شخصا و به خودت همچنان که فیلمتان پیش از اینکه ریلیز شوه داخلی و خارجی مردم تقاضای ریلیز از این داره، حتی تا ما براتون گفتم که پوسترش دیده مردم منتظر ریلیز از این یا نمایشش هستن. واقعا احسان جان این رقم که شما گپ میزنین ما رو بیخی دلگرم میکنین که همین امروز یک تیکت بوک کنیم و بایک خود بگیریم بریم به طرف کابل. حداقل همه میتونیم صاحب کمیجا مهمان ما باشیم. ما در خدمت. ان شاءالله که روزا میرسه و همراه آقای یوسفی با هم یک جای میریم کابل. بله ان شاءالله. در خدمت سوالتون باید بگویم که البته این فیلم دقیقاً در تاریخ 12 می 2012 در شهر آتن برای اولین بار ما این فیلم رو به اکران گذاشتیم. یک اکران خصوصی که هر سینماگری میگیره و هر فیلمی که در هر مکانی که ساخته میشه قبل از اینکه به بازار برای قبل از اینکه به جای دیگه به کدام فستیوال برای به کدام نمایش در همونجا بر کسایی که زحمت کشیدن یک نمایش گذاشته میشه که ما هم این کارو کردیم و مریم جان شریفی هم که در پروژه همراه ما بود و خود پرستش جان که الان همراه شما هستن اینا رو دعوت کردیم و چند سینماگر دیگه هم به شمول آقای شکور شمشاد و دیگران که فعلا حضور ذهن نداره و من استودیو هم بودم استاد مددی بله استاد مددی و اینا ما یک سری مهمانا رو دعوت کردیم و یک اکران دولی صورت گرفت و یک بارم این فیلم در شهر سالونی که کشور یونان به نمایش گذاشته شد. یک فستیوال بود که مربوط به 10 کشور بود و در اوجم خوشبختانه از روی چانس و اقبال البته کوالیتی کار ما قطعا ضعیف است
از روی شانس و اقبال در بین 10 کشوری که در او جشنواره نسبت به ریفیوجی یعنی مهاجرین فیلم ساخته بودن، فیلم ما مقام اول گرفت و از طرف سازمان یونسکو فستیوال برگزار شده بود و خلاصه حالا بماند جوایز یا هر چیزی که بود خب خلاصه به ما دادن و برای بار سوم بار دوم در اونجا و برای بار سومی در شهر برلین کشور آلمان. بله، در شهر برلین یک فستیوال کلانی است که هر ساله برگزار میشه به نام برلین علی. این جزو بزرگترین فستیوال‌های همونطور که سینمای آلمان است. بله. در سطح اروپا. بله درست، در سطح اروپا. همونطور که جشنواره فستیوال کن هست و با قول عامیانه و سینماگرا فستیوال فرش سرخ آمریکا که هست، این برلین به نوع خودش در همون سطح است، یعنی جزو 2 یا 3 بسیار عالی فستیوال برتر ما افتخار پیدا کردیم. بسیار عالی. در تاریخ 1 فوریه سال گذشته که جام با تشویق دوستا، البته ما به صورت رسمی چون ما فیلممون با روی DCP تبدیل شده بود، ما بهتر فیلم دادیم و ما از طرف فستیوال کمی یعنی مورد چرقمی براتون بگویم یک کلمه مناسب‌تر، مورد ناراحتی اونا هم قرار گرفتیم که شما چرا این فیلم به این خوبی که به ما دیر رساندین و خوشبختانه در بخش مهمان اکران شد و قرار شد که قول دادن در سال 2015 دیگه در بخش مسابقه که در بین 32 یا 64 فیلم برتر صورت میگیره در مسابقه فیلم ما هم باشه، همونطور که فعلا در لیست هم هست. اگر شما در وبسایت برلین علی فیلم فستیوال فور برلین 2015 بریم به اونجا حتما هست که جزو فیلمایی است که در مسابقه است. این 3 بار الان اکران شده و ما قبل از اینکه به بازار فیلم بکشم همونطور که شما گفتیم کارگردان حق خودش داره و ما البته پرودوسر برنامه‌مو تهیه کننده در اگر بگویم جناب آقای طاهری که من یک ارادت خاص دارم و از اینجا سلام و احترامات خود خدمت ایشان رو عرض میکنم. البته ایشان با من کدام مشکلی نداره، طوری که در گذشته شایعاتی هم شده بود که حتما اینا با من مشکل دارن، خیلی مشکل نبوده و فقط شرایط گفتم همونطور یک سری مسائل شخصی بود که من نمیتونستم به افغانستان بیام و الان خوشبختانه میکنم و امیدوارم که تا چند ماه بعد ما هم به خواسته خود برسیم بسیار خوب انشالله بخیر برسین. آقا یوسفی، سوال بعدی است که طبعا یک کارگردان یک تیم کاری یک پلان بازاریابی یا مارکتینگ پلان می داشته باشند. آیا شما با یک پلان مارکتینگ میایین، با یک پلان بازاریابی میایین و یا نه فقط مثل کارگردانای اینجا با بعضی هایشان البته ولی اکثریتشان فقط میرن در مارکت صدق عمر و فیلم خود نشان میتن به یک دکاندار عادی، البته یک عمده فروش عادی و او فیلمش خریداری میکنه که بیادر ما ایره بر چاپ میکنم یا ریلیز میکنم 50 افغانی یا 40 افغانی به فروش میرسانم و 2060 یا 1560 3560 یا 2060 3060 که اکثریت ما معلومات گرفتیم تحقیق کرده میره آقا یوسفی که زیادتر بیشتر پول خود صاحب فیلم یا مثلا پرودوسر فیلم یا مالک فیلم نمیگیره، جانب مقابل هم دکاندار عادی که هستک و ایره من شاهد دارم، من تمامش آدیو ریکارد ویدیو گرفتیم تمامش دارم که چقدر سطح سینما در افغانستان پایین است و این باور کنین واقعا جای شرم است به خود دولت البته و همچنان به خود افغان فیلم که در این سطح پایین فیلم ها ساخته میشه و یا به بسیار آسانی و افسوس مردم عام به شمول خودمی است که مثل فیلم های مانند سفر به اروپا اینی فیلمک ها که هست باز ما را تال میتن تر چی میگن منتظر میشنن تا که خوب لاغر شدیم صاحب بعد از او باز به نمایش گذاشته میشه. احسان عزیز، من اگر یک شاید ما بسیار از اون آدمو مهمانای برنامه شما باشم که بسیار گپ میزنم نه خواهش میکنیم واقعا مهربانی یک 2-3 دقیقه دیگه هم یک پرگپی میکنم. چرا نه خواهش میکنم مهربانی بفرمایید که باز بعد از اون سرادمی جوابتان و سرادمی مسئله میرسیم بخش فیلم از طریق مارکتینگ و دکاندار عادی. درست. ببینید جایی که فیلم سفر به اروپا یک فیلم کاملا متفاوت هست و سناریوی کاملا متفاوت نوشته شده
یعنی طوری بوده که ما فقط در سر این فیلمنامه زی حدود 6 ماه زحمت کشیدیم. یک لحظه. آقای یوسفی تشکر، واقعا بسیار خوب صحبت میکنن. میخوان که ما دقیقا اگر میخوان که کمک احساس ناراحتی میکنن یک آهنگ پخش کنن و شما اگر تو شما که من یک متوجه شدن شما کمک اذیت میشه. پرستش عزیز، گرچه من خودت گفتم بودم که آقای یوسفی وقتی که آماده اینترویو میشه برشان بگین که یک کپ چای امرایشان باشه. خود خیر برچه. درست است. یک آهنگ ما شما میشنویم، بعدا برمیگردیم با آقای یوسفی. خیلی صحبت ها داریم، هنوز بسیار کم شما صحبت کردیم هم بشن. بله با ما باشین. خب دوستان عزیز، برنامه فیلمستان ادامه داره. ساعت 11:29 با وقت کابل افغانستان. و یک سلام خدمت فامیلایی که در آلمان زندگی میکنن، فامیلایی که در فنلند زندگی میکنن، همچنان غم و خویش شخصا خودم که در کابل زندگی میکنن. با امید از که همیشه جور و صحتمند باشین. یک آهنگ میشنویم، آهنگ از کی بشنویم؟ آهنگ میشنویم یک آهنگ هندی میشنویم، البته بیشتر پشتو شنیدیم. آهنگ از گوری تیره پیار میں، آهنگ تو، یا میگذاریم از این آهنگ. این آهنگ اسکاهی افغانی پیشتر نشر کردم، پشتو و افغانی خیلی فرق خاص نداره. این دفعه دری نشر کن. دری نشر کنم. دری از کی برد نشر کنم؟ از سعید سیاد میخوایم یک آهنگ جدیدش هستم، میخوایم که باید تمام شنونده صداش رو بشنون، چون من هم دوست دارم و مطمئن هستم که علاقه‌مند بسیار زیادی دارم. بله، امی خودت که علاقه‌مند شدی، فکر که آدم خیلی زیاد علاقه‌مند داره. خب من کوشش میکنم امو آهنگش چی کنم، ولی او آهنگ ما برات پیدا میکنم، آهنگم نشر میکنیم. درست است؟ ولی فعلا پلیز امیر به ذوق ما بشنو. اوکی. دوستان عزیز، آهنگ اسکاهی بنانا با آواز ارجیت سینگ ریمیکس شد از فیلم 1920 ایول ریترنز. آهنگ گوش کنین، کیف کنین، بازم با onlinejoshradio.com باشین. DJ Kailash exclusive mix. Sound is electronic.
فیلمستان It's all about cinema. اخبار سینمای جهان با احسان یونس و پرستش. دو روز در هفته فیلمستان شنبه و یک شنبه 11 الی 12 صبح. Chit chat. Chit chat. Chit chat. Fun, musty, and gossip. That's the Chit chat. برنامه Chit chat with me, Yas Ali. Chit chat. آینه در مقابل دوستان. Tweet us on Twitter, like us on Facebook, and call us on Viber. روزهای پنجشنبه از ساعت 10 الی 11:30. سلام مجدد خدمت کسایی که همین لحظه با ما پیوستن و برنامه فیلمستان هم میشنوین. دوستای عزیز احسان یونس و پرستش عزیز از فنلند با شما هستن و همچنان با خود یکی از کارگردانای محقق سینمای کشور داریم، آقای خلیل یوسفی. خسته نباشین. آقای یوسفی روی خط هستین؟ بله میشنم. بهتر شدین؟ فعلا که همون معلوم نیست. با امید از اینکه از این به بعدم بهتر باشین. خب آقای یوسفی برمیگردیم به جواب شما در مورد تیم پلان مارکتینگتان که مثال که بیاین بخیر چی البته ضرور نیست چون دوزی نشه و اینجا کارهای خوبه دوزی نمیکنن متاسفانه ایدیای خوبه و شما میتونین فقط همون یک تصمیمتان بگیرین که با کدام شیوه میایین و بخیر و امرای تلویزیون هم آیا رسانه هم کدام ارتباط تا فعلا برقرار کردین که فیلم ها نه تنها از طریق سینما البته از طریق تلویزیون هم بعد از اینکه از سینما ختم میشه نمایشش بعد از یک مدت بعد تلویزیون ها یا تصمیم دارین بخیر یا خیر؟ احسان عزیز باید خدمتتون عرض کنم که همونطور که در گذشته اشاره کردم چون فیلم سفر به اروپا واقعا البته این طبیعی که کسی از کار خودش تعریف میکنه. فیلم سفر به اروپا چون کاملا باید دیدگاه متفاوت با یک سبک متفاوت با یک موضوع متفاوت و به سبک کاملا ریالیسم یا همون کلاسیک یا یک سبک سینمایی ساخته شده. من چیز علاقه دارم که مارکتینگشون بطور متفاوت و سینمایی و به صورت حرفه‌ای باشه. با خاطر که این فیلم هایی که در فرانسه متاسفانه ساخته میشه البته من نظریم کل سینماگران نیست. بله دقیقاً بعضی البته اکثریتشان بگیم اکثریت بله نه اقلیت متاسفانه اکثریت بله متاسفانه این اکثریت کسایی که فیلم ها را میسازن اینا چون باید کوالیتی بسیار پایین کار میکنن از نظر ساوند از نظر صدا یا بهتر این کلمات انگلیسی رو بگذاریم کنار کاملا دریغ است. بله از این نظر صدا، تصویر و کیفیت لباس، کیفیت چهره بازیگرای اکتورای کسایی که کار میکنه، کاتبندی کامرا، داستان که یک داستان خوب باشه، یک داستان آموزنده باشه، یک داستانی باشه که در آخر یک پیام داشته باشه. یه نباشه که یک کسی 1.5 ساعت 90 دقیقه وقتش تلف میکنه فیلم تایی میکنن آخر از این بجود از این که چند تا جنگای پیچیده بیهوده‌ای که لغت زدن‌های بی‌معنا، خیز زدن‌های بی‌معنا، دیالوگای بسیار بی‌معنا و با بسیار سطح پایین و یک رقم یعنی شما که اصلا یعنی منظور شما عزیز تا جایی که ما فیلم‌های افغانی را دیدیم که اصلا اون صحنه ربط به نه داستان داره نه نقش همون لحظه‌ای که نقش می داشته باشن اونو دیالوگ منظورتان است. بله یک چیز نامنظم بله یک چیز متاسفانه در فیلم‌های افغانی با هم هماهنگ نیست. مثلا یک صحنه‌ای که شما در نظر بگیرید یک سکانسی که قرار است در فیلم ها می‌بینه لباس از بازیگر با دیکور از صحنه هیچ همخوانی نداره. دیکور از صحنه و لباس و گرم و مکیاژ چهره بازیگر هیچ مطابقت نداره. باز همه مهمتر اون کسی که اون نقش بازی میکنه با اون نقش اصلا مطابقت نداره. اون نقش کجا اون نفر کجا. بله یا دقیقاً. اون نفر چون پیدا شده و فیلم آوردن یا باور کنیم یا کسی در یک فیلم به عنوان یک بازیگر باید همه نظر تکمیل باشه. تکمیل باشه دقیقاً.
چهره و قد کاملا سینمایی داشته باشه و سواد سینمایی رو داشته باشه و بیان سینمایی رو داشته باشه و احساس داشته باشه و بفهمه که در کجا چه رقم احساس بوده و اینا همه مهم هست. حالا از سوال دور نشیم و اضافه گویی نکنیم و من تصمیم دارم و چون متاسفانه گفتم فیلم حتمانی به سبک پایین ساخته میشه و اونا کوالیتی تصویر از اونا اجازه نمیده که در روی پرده کلان سینما همون تصویر و همون صدا را داشته باشن، چون نمیشه ما هر فیلم پایین را اگر بخوایم در سینما بگذاریم اصلا تصویر را اگر او ابعاد کلان که پرده هست پردید او تصویر کاملا خیره و فالفال میشه و اصلا قابل تشخیص نیست و فیلم‌هایی که در اروپا ساخته میشه در آمریکا که اگر کیفیت از او داره اونا کامرای بسیار خوب استفاده میکنن، از رنگ نور خوبش، صحنه خوبش، کل چیز صحیح میباشه و در آخر او فیلم تبدیل قدیم که بود تبدیل به نگاتیو میشه. قبل از سال 2000 نگاتیو القای کلانی هست که با دستگاهی بود به نام آپارات که این دستگاه اون القای نگاتیو در اون دستگاه آپارات که اکثر سینماهای حرفه‌ای داشت قرار میگیره و کوالیتی اصلی تصویر از فیلم در روی پرده پخش میشه. ولی از سال 2000 بدین سو چیز آمد به نام DCP که جاگزین از اون نگاتیو شد، چون او هم هزینه‌اش زیادتر بود، همین که بسیار کار کردن سخت بود. از نظر تکنولوژی نو این DCP جاگزین شد و اغلب فیلم‌هایی یعنی تمام فیلم‌هایی که به سبک حرفه‌ای ساخته میشه آخر تبدیل به DCP میشه و یک سری القای بسیار مخصوصی است که و یک سری سینماهای مخصوص او را داره که یعنی فقط سینمای حرفه‌ای که از طریق از او حلقه که تو فیلم ثابت روی پرده سینما پردی همون کیفیت و کوالیتی اصلی که یک فیلم هالیوودی یا بولیوودی داره او فیلم میتونه داشته باشه که ما خوشبختانه با تلاش زیادی که کردیم با تیم کاری قوی که داشتیم و با امکانات تقریبا درجه اولی که در اختیار داشتیم همین فرصت برابر شد که هم در زمان ایدنگم در زمان این گپ دارم من تایید میکنم آقای یوسفی، میبخشین صحبت هم میکنیم، فقط نمیخوایم بعدا فراموش میشه. گفته پرستش جان من یادروی دارم، فقط امیر من شنیدم تحقیقات که کردم، یعنی شما یک نظر به او تجربه که او شخص که من از ایشان پرسیدم داشتن در سینمای افغانستان، گفتن آقای خلیل یوسفی از او کارگردانایی هستن که البته تمام وسایلشان، تمام کارمندایشان یا تیمشان که کار میکنن هر کس مجهز هستن، یعنی فیلمبردار کامرا است پیشش، لایتمن لایت است پیشش، چی میگن کوریوگرافر رقص آماده میسازه، تنظیم، یعنی تمام تیمتان آماده است که این برای من بسیار اول جالب بود. من واقعتش اول فکر کردم که این آدم کدام شناسایتان است یا مثال تعریف بیجای یا خدا نخواسته چی میکنه، ولی بعدن که دیگه معلومات کردم، ریسرچ کردم یا تحقیقات کردم در مورد شما، یعنی این یگانه کار از باور کنین مرا خیلی خوشم آمد. مثل یگان بنده خداوار نیست که خودتان کامرا را پیشتان بگیرین و اکشن هم صدا کنین و کتام بگوین همه چیز. دیگه اونها بسیار جالب است که بر نقش میخواینت و بعدا میگن کجاست کارگردان، میگه خودم هستم، خواه میگی درست است، و بعدا میگه کجاست فیلمبردار، میگه خودت هستی. اونش بسیار جالب است که سر نقش مرکزی هم فیلمبرداری میکنن، صاحب هم سودا میرن هم چای میرن، یعنی خیلی یک سطح بسیار چی میگن پایین است که فعلا که سینمای افغانستان میدامد. ما باید در ادامه گپتون همینجا هم برای شنونده‌های محترم رادیو به نظر من لازم میدونم در طریق همین موضوع را بسیار کوتاه بیان بکنم. یک فیلم وقتی ساخته میشه کسی که یعنی دیالوگی که قراره گفته شود او رو باید فیلمنامه‌نویس از قبل تعیین کنه که در این صحنه چی گفته شود، چون فیلمنامه‌نویس تخصص داره در زمینه فیلمنامه باید کار کنه. بله دقیقاً. اون کسی که بازی میکنه اون نقش باید یک بازیگر سینما باشه که با تمام استهای سینمایی آشنا باشه، با تمام حرکات سینمایی آشنا باشه که بتونه همون دیالوگ با اون احساس و اون حرکات خودش بیان کنه. اون کسی که میکیاژر است یا گریمر، او گریم چهره از اونمو بازیگر متنی بر از اونمو دیالوگی که نویسنده نوشته کرده و اونمو بازیگر احساس از بازیگر اونمو رقم گرم میکنه. دیزاینر صحنه میآید اونمو صحنه‌ای که بازیگر استاد یا شیشته اونمو چهار طرفش دیوال هست، چوکی هست، تابلوی از در دیوال یا سرک هر چیزی که چیزهایی رو در کنار از قرار میده که با اونمو صحنه همخوانی داشته باشه. او در تخصص یک دیزاینر است، نه در تخصص یک کارگردان یا کسی است.
طراح لباس کسی است که میآید از قبل لباس از اونم رنگ لباس از اون با اونمو احساس از اون نقش فیلم، اگر یک نقش مثلا گزیگر رو بازی میکنه، یک نقش پیسدار رو بازی میکنه یا هر چیز دیگه، یا یک عاشقی که مثلا سیر و خو نکرده، یا یک مهاجری که مثلا یک ماه درای سفر هست، خب طبیعی است اونمو تو لباسش جور میکنه. با رنگ از لباس باید با دیزاین از اون صحنه با مچ کنه یا شباهت داشته باشه. باز از همه اینا گذشته باز لایت من کسی است که نور از اون صحنه رو جور میکنه. این به این معنی نیست که حتما یک جای تاریک باشه که از لایت استفاده کنی، نه خیر، ما در خیابان در سرک هم که فیلم برداری داریم در محیط‌های باز هم به نورهای مخصوص نیاز داریم که بتونیم رفله نور ما بگیریم، سایه ها رو بگیریم و همون نور خود توازن نوری داشته باشیم در فیلم که باز واقعا کار سخت‌تر هست. باز در کنار صداوردار کسی است که تخصص داره، میفهمه که چه رقمی از اون صحنه صدا با چه رقم میکروفون و با چه سبک صدا رو بگیره که امو احساس خراب نشه. باز در کنار از اینا کامرامین چند نفری که هستن اونا میاین کات کمره خدا که به صورت، چون من که درست کارگردان ولی هیچ وقت هیچگاه کامرامین نیستم، اونا میفهمه که چه رقم کمره خدا بانه، به چه شکل حرکت بده، کمره حرکتی است، پلانه تراولینگ است، کرن است، هر چیز دیگه. باز از همه اینو منشی صحنه کسی هست که میشینه اونمو راپورت‌هایی که اتفاق میفته کاملا یادداشت کارگردان راپور بده. بله این نباشه که این نفر دی فلان دستش بالاست، دیگه سعی میکنه دستش پایینه، دیگه سعی میکنه یک دونه خال هست در پیشونیش، دیگه سعی میکنه مویش به سمت چپ صورت رفته کنه. این کار منشی صحنه است که این کارا خدا کنه این شکایتا مربوط به پرستش جان نشه، چون پرستش جان هم باش که نه هنوز قصه از اون مونده. بسیار خوب، بسیار مهربانی آقای خلیل. پرودوسر کسی است که فقط از نظر مالی فیلم تامین میکنه، چه در آغاز، چه در حال انجام و چه در پایان. بحث مارکتینگ او وظیفه از اوست که در زمینه تخصص داره، ربطی به کسی دیگه نداره. باز کارگردان کیه؟ کارگردان کسی است که در سر همه از اینا مدیریت میکنه و هماهنگی که بین از اینا را ایجاد میشه را توازنش برقرار میکنه که کسی کارش اشتباها انجام نده. هر کسی که اشتباه انجام داده یک تذکر میده. پس بنابراین شما فکر میکنین این موضوعات را که ما گفتم، حالا من بسیار سعی میکنم کوتاه گپ بزنم. نه خواهش میکنم، ما هیچ ما دیگه شرمنده نسازین صاحب، آزادانه میتونید صحبت کنید. و اینال خود شما طبق گپایی که دادم فکر کنید چطور یک آدم میتونه هم کارگردان باشه، هم پرودوسر باشه، هم فیلم بردار باشه، هم بچه فیلم باشه، هم دختر فیلم باشه، هم بوبه فیلم باشه. اگر باورتون نمیشه که من براتون کمک اشاره برسانم، چون من مطمئن هستم به مو خاطر 100% از او خاطر میگم. خب با امید ازی که بخیر مثل خودت کارگردانای جوان بیاید در عرصه سینمای افغانستان بخیر رشد کنه سینمای افغانستان و ما هم بتونیم که با شوق بریم طرف سینما و یک فیلم ببینیم و تشویق شوند سینماگرا، چون میخوایم که شخصا تیم رادیو جوش اینا میخواد که حداقل سینمای افغانستان در یک سطح برسه که حکومت ازش مفاد بگیره. البته یک اینکم یا یک درآمد خیلی خوب از طریق سینما ما و شما داشته باشیم، ولی رقمی نمیشه صاحب. دوران در کجا زمان در کجا رسیده آقای یوسفی که مردم در چی بارا فکر میکنه، ولی متاسفانه بازم در فیلمای ما بازم اونمو گپای قریه است، اونمو گپای خان است. خانه این در 1960 یا 1950 یا 1947 اونو مسائلای نواب بودن و شاه و این چیزا بودن. حالا خود زمانه پیشرفت که باید مدرن شویم، باید فیلمکایی بسازیم که از او یک پند بگیرن مردم. من همین گفتم در یاد یک خاطره انداخت زمانی که از خانم مریم شریفی دعوت کردم به فیلم و بحث از این که همون مسائل کاستینگ یا گذشت خلاصه ایشان سفر کردن و با وطن آمدن. وقتی که مرا برای اولین بار دیدن دمیرای موتر که طرف منزل که در نظر گرفته بودیم برای کسایی که باید سکونت می داشته باشن حرکت میکنیم. خانم مریم شریف ما گفت خب شما کارگردان فیلم هستین و خب از قضا حالا اگر روی ناچاری یا روی خوشبختی فیلم ما نویسید فیلم ما هستم، گفت شما هم نویسنده هستین هم کارگردان، کدام یکی از این نقشای فیلم شما بازی میکنین؟ که من متاسفانه دیگه فیلم بازی نمیکنم. یک دفعه پروژیسرمون در موتر بود امرای ما گفت آقای حمیدی پس شما فکر کنم شما کدام نقشه بازی میکنین؟ آقای حمیدی خندید گفت والا من بازی نمیکنم. یک دفعه با تعجب گفت چطور؟ یعنی ممکن است ما در یک فیلم من بازی کنم که همین کارگردان من پروژیسر در فیلم نقشه باشم؟
خودش از بدبختی ما و از بدبختی سینمای افغانستان. بله دقیقاً دقیقاً. و ما میفهمین به خاطر چی گپا را دلم درد کرده، به خاطر که یک کسی که من مثال متنا پوسترایشان و تریلرهای فیلمشان دیده بودم خوشم میامد، ولی بعداً امو شخص صاحب همونطور یک کاره برآمد. گفتم برو خیره باشه کدام چی نیست. خب آقای یوسفی خیلی تا وقت شما یک دو شب چای نوش جان کنین، گلونه که ما یک ذره خشک شده دیگه میریم یک پله چای میخوریم، یک آهنگ میشنویم به ذوق خودت. البته کدام آهنگ زیادتر اوقات میشنوی و آهنگ میشنویم، بعد از آهنگ باز برمیگردیم مستقیم بالای کاراکترایی که در این فیلم استفاده شده، پرستش جان بودن، مریم جان شریفی و دیگه و دلیل از اینکه خودت چرا نقش نداری در این فیلم میره حتما از پیش خودت میپرسید. راجع به این آهنگ براتون بگم که من یک سلیقه بسیار عجیب نسبت به آهنگای افغانی دارم و دوست دارم که همیشه آهنگای افغانی از طرف برنامه افغانی پخش، ولی که خب آهنگای هندی یا انگلیسی یا ایرانی هم پخش میشه، این خوب است، شنوندای خوبی داره. من اگر بخواید به سلیقه ما شاید خوب سلیقه ما طور باشه که فقط خودم دوست داشته باشم، شاید شنونده یک کمک از امیال حد زده میتونم آقای یوسفی، چون کارگردانا اکثریتشان چی میگن سیریس میباشن، جدی میباشن، فرق نمیکنه، شما فقط سلیقه تانو بگین شنیدنش بالای ما. خب اگر من میفهمم که بسیار آهنگای خیلی مست و مثلا دمشان گرم. اگر سلیقه ما چون در شرایط فعلی کشور ما در یک موقعیت سیاسی بسیار حساسی است، از مسئله انتخابات از یک طرف، مسائل جنگای داخلی از طرف دیگر و این بلاهای طبیعی هم که ناظر میشه از طرف دیگر، مثل حادثه بدخشان و همه اینا واقعا یک تاثیر بسیار منفی بر روحیه ما اگر گوش کنیم واقعا یک ظلم است در حق هموطنان. درست است که ما آمدیم در این جرمنی در اینجا آرام، یک زندگی بسیار آرام را داریم، ولی به این معنا نیست که دیگه ما شادی کنیم، خوشگذرانی کنیم و هموطنان خود فراموش کنیم. نه، به این منظور من می‌خوایم که یک آهنگ میهنی یک آهنگ میهنی درست است. من انشالله آهنگ پیروزی را براتون نشر کنم به چی میگن به افتخار دیشب که بچه‌ها پری شب مسابقه را دیدین افغانستان و ترکمنستان که بودن. بله. چی یک گلای آقای یوسفی وارد دروازه ترکمنستان شد، یعنی خیلی کیف کرد. بله امی آهنگ پیروزی را نشر میکنیم. بله دوستان عزیز، برنامه فیلمستان ادامه داره و ایسان یونس پرستش عزیز در خدمت شماست تا ساعت. خب به خاطر که خیلی یک میمان دوست داشتنی دگیر ما افتیدن دیگه، میبینیم که تا چند بجه اونا را با خود می داشته باشیم، ولی مطمئن باشین که تمام سوالا را جوابش از ایشان گرفته، باز اونا را بخیر رخصت میکنیم. ساعت از 11:52 AM با وقت کابل افغانستان. onlinejoshradio.com وبسایت است که شما را میتونن با ما وصل بسازن. همچنان میتونید از طریق اسکایپ ما با تماس شوین. اسکایپ ما از josh.radio و همچنان میتونید ما را در توییتر فالو کنین. توییتر ما از josh online radio. همچنان در وبسایت فیسبوک ما از facebook.com/josh.onlineradio. پرستش آرام است و این صدایشون رو برنامه هست. نه، پرستش از او شاگردای است، چون هر یک هنرپیشه شاگرد کارگردان می باشه، چیز کارگردان، ولی او دیگه انسانیت خودت است صاحب که خودت هم قدر مثال احترام آقای یوسفی را داری و قدر ما معلومات دارم. بله امی آهنگ میشنیم دوستای عزیز، بعد از آهنگ برمیگردیم با ما باشین. بسته اما با عزم محکم اما درست
شکسته اما به پیش پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست افغانستان 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 کشور تاریخی و باستان سرزمین عزت و داستان وطن وطن جان بر قربان به نام میبر میدان دیگر مباش مایوس و پریشان پیروزی از آن ماست فیلمستان اطلاعات بر سینما اخبار سینمای جهان با احسان یونس و پرستش 2 روز در هفته فیلمستان شنبه و یک شنبه 11 الی 12 صبح آها بله دوستان عزیز باز هم خوش آمدین به برنامه فیلمستان. پرستش و احسان جان عزیز در برنامه که هر هفته ما شما را یعنی شما همراهی میکنه و برنامه ما رو گوش میکنه. سلام ما را برداشت میکنه عزیزی که در هر جای هستن و همین الان از خواب بیدار شدن. خب آقای یوسفی یعنی آقای خلیل یوسفی که کارگردان و نویسنده فیلم سفر به اروپا است، مهمان عزیز ما امروز در برنامه با ما هستن. بله آقای یوسفی هستین؟ بله صدای میشنوین؟ بله میشنویم. خب آقای یوسفی برمیگردیم بالای نقش‌های مرکزی که مریم جان شریفی دارن یک نقش. خودت آیا انتخاب خودت بود مریم جان شریفی یا با مشوره تیمتان یا مشوره دوستا یا با مشوره پرودیوسر البته مریم جان شریفی را در نقش گرفتین؟ سوال بسیار خوبی کردین. البته جا داره که یک تشکر کاملا ویژه از پرودوسر ما جناب آقای محترم میسای احمدی داشته باشم و گل محمد ایوبی که از همکار اینا هستن و اونا هم تقریبا در همین تهیه کننده این فیلم سهیم هستن و نماینده تقریبا تعامل اختیار اسپانسر ما را داشتن، چون جناب آقای احمدی خب مصروفیت بسیار زیاد داشتن، بسیار کم در دسترس هم بودن و ما از طریق آقای گل محمد ایوبی همراه ایشان در تماس بودیم و کارها را انجام میدادیم.
و تشکر ما به این خاطر هست که اینا هیچ گونه دخالتی در کار من نداشتن. بله. به هیچ وجه. طوری که زمانی که من فیلمنامه را نوشته کردم نزد ایشان دادم، اینا فقط یک بار خواندن و گفتن این داستان جیگر مرا سوزاند. اینمی که جمله که نمی با ما گفتن. گفت هر چقدر که مصرف شوه مشکل نیست. من مصرف میکنم، فقط تو کیفیتش صحیح جور بگو. من دیگه هیچ چیز کار ندارم. واقعا هم همونطور شد. از شروع تا عدم آغاز تا پایان هیچ گونه دخالتی نه در انتخاب بازیگران، نه در انتخاب لوکیشن، در هیچ چیز نداشت. هیچ به هیچ وجه. و این واقعا جای تشکر داره که و این حرکت از اینا باید یک سرلوحه بشه دیگران. و مخصوصا خود گل محمد ایوبی که یک دانشجوی هستن، ایشان در دانشگاه یونان در رشته علوم سیاسی سال آخرشان است و امید است که ایشان هم موفق شود و یکی از سیاستمدارای خوب ما در آینده شود. و این دو نفر زحمت زیادی کشیدن. نه خوشبختانه کسی دخالت نداشت در این مسائل، خودت با انتخاب خود ما بود و ما هم از اونجایی که پرستشان اخلاق ما را میفهمم بسیار در انتخاب دقیق هستیم. بسیار به سختی و اواز میم همی پرستشان و مریم جان بسیار به سختی تونستم. یعنی چطور پرستش جان بار اول خودتان همراهشان به تماس شدین؟ یعنی تقاضا از شما بود که اینا باید نقش بازی کنن و یعنی از کدام طریق کدام دوستتان یا از پرودیوسر یا از هر کس دیگه که بوده کس معرفی کردن یا شما کدام آگاهی داشتین در موردشان؟ عمال براتون میگم، من اول دیگه بازیگرایی که انتخاب کردم مخصوصا ما چند نفر رول مرکزی داریم. یکی قیس جان پیدایش هست، یکی خود پرستش جان و مریم شریفی و آقای که ما در فیلم به نام دیوید گارانتی میگفتیم که اونا به نام مصطفی جان مصطفی سفری هستن، اونا هستن و آقای که نقش رئیس مقدار داشتن و دیگر دوستان. اینا رو من اول انتخاب کرده بودم و چون یک تجربه در گذشته با اینا داشتم، اینا تقریبا انتخاب شده بودن از طرف من و میمون همین دو تا دختر که بسیار مهمم بود که نقش کنش و واکنش فیلم بود. همین دو نفر بود، یعنی پرستش یک طرف فیلم بود، مریم جان طرف دیگره که در فیلم با نام میلاد و سحر هستن. مریم جان شریفی را خب یک صحبتی با خانم دیمای علم که در آمریکا هستن و خانم لیمه فقیریار و چند بازیگر دیگه هم داشتم. صحبت های خودی ما با اینا کردیم و متاسفانه همراه خانم شریفی در تماس نبودیم. بعد صحبت های زیاد و گپای زیادی رد بدل شد با آقای فرید عظیم که یک دوستی دورادوری هم با هم داریم و ایشون در فیلم بیجر ورکشاپ میکردن و خانم شریفی رو بر من معرفی کردن. وقتی که همراه مریم جان من گپ زدم و کارشون قبلا دیده بودم بسیار در دلم شیشت و همون هایی که برای کارگردان مهمت همون را گرفتم و اینا را انتخاب کردم. اینا اوکی شد. من پرستش چندین دختر در همون شهر آتن بود که آمدن و مرد شک تردید نگاه می‌داشتن کدام از اون دیگه و یک دختر دیگر در همین جرمی شهر هامبورگ زندگی میکنن که لازم نیست فعلا اونو دو تا دیگه از کشور ایران از تهران از قرار بود من بیارم. اما را یه زیاد گپ دادم اما کل از اینه خصوصیاتی داشت در نقش نیلاب که پرستش بازی کرد ولی هیچ کدوم تکمیل نبود و چیزی که تکمیل نبود این بود که نقش نیلاب طور است که یک دانشجوی این نقش پرستشان بازی کرده. یک دانشجوی است که از یک از کشورهای اروپایی که هیچ چیز خبر نداره، نه از مشکلات خبر داره، نه از مهاجرت، نه از جنگ، نه از بدبختی، سرشار مثل زندگی نرمالش دیگه، مترازی چیز خبر نیست. بله. و لهجه دریرم با لهجه خارجی گپ بزنم. خارجی گپ بزنم. من گفتم ما یک دختر مقبول و اصلا و خوش استایل باشه و بودش بسیار خوب باشه که این قدر معیار خوب در بین از دخترایی که من میگشتم کلش بود ولی کلش یک جایی نبود. تایی که همراه مریم جان گپ زدم گفتم باش از اینا یک مشوره بگیرم. گفتم مریم جان یک مسئله من یک شک تعریف فرصتمون بسیار کم، از 2 ماه دیگه ما شوتینگ داریم. گفت من یک دختر رو معرفی میکنم که فکر کنم این خصوصیت داره با صحبتون میکنم. پرستشان به من معرفی کرد که ما یک زنگ زدم اولین بار در تلفن از اینا که می تلفن مرداش کتمه که میگه زد ما هیچ عکسشون مصنوعی داریم. بله بله. از اون گپ زدنش من دستیار موقعی ظریف وقتی در کنارم بود نگفتم فکر کنم که ما دوزی فیلم پیدا کنیم. بسیار زدنش گفت فکر کنم نیروی که ما در فیلم میخواستم مثلا رو ببینیم که گفته دیگه صداش خوبه ببینیم یعنی فرض کنین آقای یوسفی میبخشین بسیار زیاد اینجا یک سوال است البته
فرض کنین خدا ناخواسته در تلفن صدایشان شنیدین، قبولش کردین و تقریبا در دلتان گشت که برو این شخص پیدا کردیم، ولی اگه خدا ناخواسته مثلا چهرهش مثل آقای سلیم شاهین یا مثلا یک کاراکتر بسیار جذاب دیگه می بود، نه من ایره پرستش عزیز یک مثال میتم، یعنی او ادا چی میکردین؟ آیا تصمیمتان میگشت یا نه به خاطر لهجهش امرایشان کار پیش میبردین؟ نه خب طبعا تصمیم میگشت وقتی که گفتم که یک بازیگر باید تمام معیارها را برای نقش. بله دقیقاً و تمام خوبی‌ها باشد وجود. بسیار یک پوینت خوب است. و یک بسیار جالب بود. من اینا رو گفتم میشه با ما در قرار یک عکس از خودتان را ایشون با من به عکس باید که 5 تا دختر ده بود. باز ما زنگ گفتم خدا به شما هستیم از سمت چپ سومی. حالا نمیشه شما یک عکس با من روان کنید که شما تنها باشین و سرتاپایی باشه که من شما را این قدرتان است یک قلم ببینم چهرهتان. گفت والله تو شده بود گفت خیمه فیسبوک خدا شما میتونید شما عکسای من تایید کنید. فیسبوک رفتم عکسایشون دیدم که نه چهره و اندامشون که منتشر که میخوایم من بازی ازی دختر چون تجربه سینمایی در گذشته نداشت. بسیار در جای نگرانی بود. در اسکایپ چندین مدل از اینا تست گرفتم، چند بار دیدم که کل چیز خوب هست. یک 5 تا دیالوگ بسیار سخت برای دادم، گفتم 3 روز مثلا اثبات ما با این احساس میخوایم با ما بگویی، با این شکل تصویری هم باشه که هم چهره تا ببینم هم صدایت هم بازی تا ببینم. 3 روز بعد کمی آمد برای اساس کمی دیدم، گفتم نه خودشه، گفتم اوکی بریم سر قرارداد. سر پروژه گفتم بازیگر تکمیل شد، امروز پرستشان قرارداد رو بسته کنیم، همون نمایندهشون است. گفتم که ما تیم تکمیل شد. اینی بود که پرستشان به این شکل. خب بسیار خوب. خیلی خوب. خب آقای یوسفی، گرچه وقت برنامه‌ام ختم شده ولی فقط به عنوان سوال آخر فرض کنین، چون ایره ما از هر مهمان برنامه خود میپرسیم، فرض کنین اگر شما رئیس افغان فیلم شوین، اولین تغییراتی که شما در افغان فیلم میارین چی خواهد بود؟ چه خوب سواله. خواهش میکنم. میشه حکومت بخیر تبدیل شده نیست، تغییر کرده نیست، میشه که آفر برای شما به کی میفهمه کی چی کاره میشه داینده بخیر. اگر از رئیس افغان فیلم شوم، البته شاید رو بگویم شاید هیچ علاقمندی ما به ریاست نداشته باشم و اینا، ولی حالا ما فرض میگیریم مثلا شما اگر رئیس افغان فیلم شوم، همین فیلم هایی که به شکل فانتزی جور میشه اینا رو هیچ وقت جواز نمیدم و سینمای افغانستان حذف میکنم. فانتزی یعنی تخیلی، یعنی کارتونی، یعنی این فیلمایی که در افغانستان ساخته میشه، جنگای بی‌معنا، خیزدنای بی‌معنا، بیت‌خواندنای بی‌معنا، رقصای بی‌معنا، این نمیشه سبک فانتزی است که متاسفانه از هند بر ما میراث رسیده. فیلم یا بازیگری که یا سناریو نویسی که به همون سمت میرفت اونا رو هیچ وقت جواز نمیدادم. فقط سبک ریالیسم، سبک کلاسیک، سبک سینمای استاندارد جواز کار میدادم و کسایی که این کار میکردن اینا رو دور خود جمع میکردم و اونا رو کاملا حذف میکردم، میموندم در دنیای خودشان، برای خودشان فیلمای کارتونی بسازن و لذت. دقیقاً. با امید از اینکه بخیر و بخوبی تمام مشکلات سینما حل شود و آرزو میکنم که هر روز هر لحظه مثل کارگردانای جوان مانند خودت با ایدیاهای نو، با نظریات مفکورهای نو وارد سینمای افغانستان شود که بخیر از این جدال بدبختی بخیر برای ما به یک افتخار، خصوصا ما که یگان دفعه این میرم، باور کنین تا با حال غیر آقای صدیق برمک و خانم مارینا گلبهاری دخترک که نقش بازی میکنه، غیر از این دو شخص واقعیتش ما به همگی گفتیم ما سرکس در سینمای افغانستان حساب نمیکنم، چون کار از یا که هستک واقعا اتر مصرف هم نمیکنن، کدام کاپی هم نمیکنن و تمام کارایشان فضل خدا خوب پیش میره، ولی یک خوبی کاری این نیست که اونا فیلم بسیار کم بازی میکنن و فیلم هم کم وارد سینما به نمایش میگذارن. این همی کاره که از وام خوب شد و خودت هم در پالی از وا بخیر استاستا، نه خدا نخواسته مثل سفر به اروپا وارد تال بخوره در فیلم، ولی عاجل که یک چند فیلم که شما بسازین و اینجا ما وعده چی نمیدیم، ولی در خواهش میکنم در عرصه مارکتینگش، پابلیسیتی فیلمتان، پروموشنیشن، تمامشان انشالله تیم رادیو جوش در خدمت شما می باشه.
بزرگوار هستین، از لطف و مهربانیتون یک دونه تشکر و یک چند جمله دیگر هم بگویم که مهربانی باز بفرمایید. به پایان برسه و این است که راجع به که فیلم به چه شکلی میتونیم در سینمای در به اصطلاح یعنی افغانیش بگویم که در بازار برای در اون اول هیچ متاسفانه چندین مخالف گپ بزنیم اما باز گپای مشافهت پنجه گرفت. من هدفم این است که این فیلم همونطور که گفتم که با سبک کاملا خوب و با کیفیت بالا ساخته شده. تصمیم ما و تیم ما فعلا این است که ما بتونیم همزمان در حد اقل 10 یا 20 سینما در کشورهای مختلف اروپایی یک هماهنگی ایجاد شد و با مدت یک ماه تبلیغات تلویزیونی شروع کنیم و بگوییم که اوکی فیلم سفر به اروپا در شهر آمبورگ از مثلا از این تاریخ تا این تاریخی فیلم پخش میشه. آمبورگ فلان سینما، مثلا آمستردام فلان سینما، مثلا وین فلان سینما، مثلا این متقاطن فلان سینما. با مدت یک بار به بزرگه، چون که این فیلم هم زیرنویس انگلیسی داره، هم زیرنویس آلمانی داره، هم زیرنویس یونانی داره تا فعلا و ایناش کلش تکمیل شده و کیفیتشون خوب است، برای سینما هم استاندارد هست، میشه پخش شد. این هدف ماست و ما تصمیم داشتیم که در شروع آغاز سال 2014 اتفاق بیفته و اما متاسفانه تیم کاری که برای در نظر گرفته شده بود از طرف پرودوسر ما، او یک تیمی بود که فقط متاسفانه در طول 2 ماه تونستن 7 سینما را هماهنگ کنن و ما میتونستیم در 7 سینما همزمان فیلم اکران کنیم. اما چون گپایی که زده شد، خانه‌ای که زده شد، به این نتیجه رسیدیم که حیف است که قدر زحمت کشیده شده در 7 سینما خلاصه شود و بهتر است که ما یک فرصت دیگر از مردم خود یک خواهش داشته باشیم که یک فرصت دیگر با ما بدن که ما همین تیم ما تلاش زیادتری کنه و بتونن که حداقل در 15 سینما یا 13 سینما همزمان هماهنگ شود که در همون زمان به قابل ما اکران کنیم و بعد از او به تلویزیون ها بتیم و بعد از اون بازار در روی DVD و از گپا. یعنی تو اینکه فیلم در سینما در 15 سینما همزمان نرایه ما قصد کشیدن بیشتر نداریم و چون این کار در سینمای افغانستان تا الان به هیچ وجهی نشده، بهترین فیلم افغانی که ساخته شده فقط یک بار در یک سینما یک بار پخش شده خلاص. هیچ فیلم را نداشتیم که مثلا یک ماه هر روز صبح تا شب چندین بار در یک سینما به صورت هر روزه باش و در چندین سینما همزمان در یک تاریخ پخش شده، مثل فیلم‌های خارجی که چقدر خوب هست و فرهنگ فیلم دیدن هم در بین از اینا جا افتاده. ما می‌خوایم که جزو اولین کسایی باشیم که این فرهنگ در بین مردم خود جا بیندازیم و جزو اولین آدم‌ها باشیم. با ما خاطر چون همیشه کار اول بسیار سخت است، ما با سختی زیادی رو برسیم، امیدوار هستیم که این رو بتونیم انجام بدیم و طبیعی که زمان بر هم میباشه. انشالله با امید موفقیت بیشتر شما و آرزو میکنم، از دل دعا میکنم کسایی که به سینمای افغانستان مانند خودت زحمت میکشن و متوجه اینی باریکی هستن همیشه خداوند کامیاب داشته باششان. بله دوستای عزیز، آقای خلیل یوسفی ناگزیر از حضورشون مرخص شیم دیگه، بریم اونام چی میگن به سرواز خود برسن و ما به سرواز خود، ولی وعده میتیم انشالله آقای یوسفی را در برنامه دیگه رادیو جوش هم می داشته باشیم با خود انشالله و خیلی صحبت ها مطمئن هستم که جواب ها از طرف اونا ماندن و سوال هم از طرف ما ماندن. بازم از صمیم قلب از خود تشکر میکنم آقای یوسفی از اینکه حاضر شدین در برنامه ما و نظریات خیلی خوب و شیکتانه ارائه کردین. تشکر از محبتتان. من بسیار خوشحال هستم که جوانای با استعداد چون شما و دیگران در افغانستان هستن و یک حمایت از سینمای افغانستان میکنم. تشکر میکنم. خواهش میکنم، ما همیشه در خدمت هستیم انشالله. در گپای بیهوده متلف کردن و تشکر از ما را قابل داشتین و دعوت کردین در برنامه. خدا نکنه هر فرد شما امروز شخصا به خودم تجربه بود آقای یوسفی، بعضی نظریات از خودت آموختم و خیلی به من مفید بوده. بازم سلامت باشه. من هم تشکر میکنم و واقعا افتخار بخشیدین از اینکه در برنامه فیلمستان شرکت کردن آقای خلیل یوسفی. واقعا خیلی خوشحال هستم از صمیم قلب. در آرزوی موفقیت های بیشتر در همچنین کارهای هنریتان هست و همچنین که در کنارتان در فیلم سفر اروپا در کنارتان یعنی کار کردم. برای من واقعا جای افتخار است و از اینکه امروز تونستن به اینقدر زیبایی و بتونن درباره این موضوع فیلم صحبت بکنن، بیان کنن و جوابای خیلی مفید با ما بدن. بله گفتم با تشکری از ایشان که جوابای خیلی خوب به ما دادن و واقعا جوابای قانع کننده بود.
دقیقاً و من شخصا خود من مطمئن هستم که کسانی که همیان صدای آقای یوسفی را میشنوم و درباره فیلم سفر به اروپا بسیار از علاقمندان که بیتابی میکردن و میخواستم بدانند واقعا یک روز خوبی بود که تونستن آقای یوسفی برای ما بیان کنند. من واقعا خوش هستم و تشکر از اینکه تونستن در برنامه باشید. و فقط یک سوال خیلی کوتاه فراموشم نشه که ما یک هفته است که را میخوایم این سوال کنم. آقای یوسفی اگر کسی بخواد علاقمندی به هنرپیشگی داشته باشه و خصوصا استعداد داشته باشه مثل پرستش جان، از کدام طریق همراه خودت به تماس شوه؟ آیا ایمیل کنه، براتون کال کنه، چی کنه که اونا را یک نقش البته بعد از اینکه امتحانش بگیرین یک نقش بدین؟ والا به نظر من اگر کسی که استعداد داشته باشه و علاقه داشته باشه او بر هر طریقی باشه آدم‌های خدا میرسونه، فعالیت زود پیدا میکنه. بله بله و چرا نه، من از طریق فیسبوک، از طریق یاهو، از طریق اسکایپ، از طریق وبلاگ، از طریق وبسایت، از تلفن من اتفاقا کل دوستا داره. من هر کاری که دستم برای انجام میتونم، چنانچه که یک سریال هم بله بله مشنوین؟ بله تا فعلا تماسشان قطع است به خاطر کنکشن اینترنت است. بله خب بازم دوستای عزیز برنامه فیلمستان بود که ما و پرستش عزیز تقدیمتان کردیم. مهمان خیلی خوبی داشتیم با خود آقای خلیل یوسفی را که از آلمان به تماس شده بودند. با امید از اینکه سینمای ما یک سینمای شیک و لوکس همونطور سمندول شود بخیر در آینده های نزدیک و همچون کارگردان ها با خود داشته باشه. من دیگه ناگزیر خداحافظی کنم. جان بارکزای از این دوستون من قواره داره که صاحب برنامه تایمش ختم شده، سر صدای نیلوخ امروز خدا بیامرزش نیست رفته و آیت جان بارکزای با صابر حیدری میبخشین با نومان جان یونس تقدیمتان. نومان جان یونس اونم فیصل است که یادش میره که چه وقت نام خود دکجا بگیره. تا برنامه بعد که در خدمت شما حاضر میشیم تک تک شما را به خداوند یکتا بی نیاز میسپارم. بدرود. بله پرستش جان بازم با خود داریم. بله پرستش عزیز. بله میشون برخطا کردن ما رو که چی شد؟ نه نت کنکشن از کدام طرف فکر میکنم چی بود. خب ناگزیر دیگه خدافیزی کنیم ولی دل ما خو نمیشه. بازم یکی از بهترین برنامه‌های ما بود آقای یوسفی که ما با میمانای خود داشتیم دیگه. بسیار زیاد موفق باشین و همیشه کامیاب باشین. تشکر از شما و برنامه. خواهش میکنم. تشکری میکنم و فعلا خدا حافظ و روزهای خوب و خوشی رو داشته باشید. هوا گرم شده، تابستان آمده، لذت ببرین از این هوای خوش. و باز هم در برنامه فیلمستان پرستش with اسفان جان هست. thank you. فردا همزمان فراموش نکنید برنامه فیلمستان از 11 الی 12 این با وقت کابل افغانستان. خداحافظ. بابای.